بچه‌ها سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوام در مورد موضوع داغ این روزا باهاتون صحبت کنم. شرایط تحویل زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند و به بالا. خب همونطور که مطلعید چند وقتیه که سازمان ملی مسکن بحث واگذاری زمین رو به خانواده‌های دارای 3 فرزند و به بالا مطرح کرد. شرایط این طرح برای کسانی هستش که فرزند سوم اونها از تاریخ 24 آبان 1400 به بعد باشه به این خانواده تعلق میگیره. بعد زمین هایی که بهشون میدن رایگان نیست. اینکه خیلی ها این سوء تفاهم براشون پیش اومده، فکر میکنن زمین ها رو رایگان میخوان بهشون بدن. نه، اینجوری نیست. چجوریه شرایطش؟ به این صورته که زمین رو به شما میدن، فقط هزینه راه اندازی زمین رو از شما میگیرن، اون هم با اقساط 8 ساله. یعنی که 2 سال به شما تنفس میدن، بعد از 2 سال اقساط 8 سالتون شروع میشه، جمع میشه بوده 10 سال. نکته بعدی که باید بهش توجه کنید، این طرح برای شهرهایی هستش که جمعیت اونها زیر 500,000 نفر هستش. یعنی مثلا برای شهری مثل تهران نیست. و این رو هم باید در نظر بگیرید. اگر تو شهری هستید که جمعیت زیر 500,000 نفره، ممکنه زمین توی اون شهر کم باشه. خب این طرح رو هم گذاشتن که اگر زمین کم شد، شما میتونید از شهرهایی که محل تولد پدرتون هست، مادرتون هست، از اون شهرها اگر واجد شرایط باشه براتون انتخاب بکنید. نکته بعدی که باید بهش توجه بکنید این هستش که اگر مبلغ اون زمین 800 میلیون تومان باشه، به همون شرایطی که بهتون گفتم، اگر مبلغ اون زمین 800 به بالا و زیر 1,600,000,000 میلیون باشه، اون زمین رو به 2 نفر میدن. یعنی یه نفر شما و یه نفر مال یه شخص دیگه که با شما بیاد به عنوان شخص دوم، با همون شرایطی که باید توی در داشته باشید. منظورم اگر مبلغش بالاتر از این عدد، یعنی 1,600,000,000 باشه، ما و تفاوت اون 200 متر و 800 میلیونی که بهتون گفتن، 800 میلیون فقط اون مبلغ آماده سازی زمین رو ازتون میگیرن. ما و تفاوت اون مبلغی که بالاتر از 800 میلیون تومان هست رو ازتون نقدن دریافت میکنن که ارزش اون زمین هست. هر چقدر که میخواد باشه، 2 میلیارد باشه، 3 میلیارد باشه، اون ما و تفاوت رو ازتون نقدی دریافت میکنن. و نکته آخر، دوستانی که قبلا توی طرح نهضت ملی مسکن شرکت کردن یک بار، استثناءً توی این طرح هم میتونن شرکت بکنن و مشکلی نداره. میتونن خیلی راحت برن ثبت نامشون انجام بدن و حالا شرایطی گفتم اگر داشته باشن و موقع تحویل زمین ها زمینشون رو دریافت میکنن. امیدوارم که این مطالب خیلی براتون مفید باشه. ما رو با سابسکرایباتون خیلی دلگرم میکنید، پشتیبانی میکنید. امیدوارم که همیشه بتونیم تولید محتوای خیلی خوبی رو براتون داشته باشیم. موفق باشید.